الان خودم آماده میکنم. سلام، خیلی ممنون که قبول کردین که تو ویدیوی من باشین. من نقاشیم بهتون نشون میدم و دوستم نظرتون رو در موردش بهم بگین. خب به عنوان یه کسی که پیشش مهندسیه و بیشتر دیدگاه مهندسی داره، به نظرم خیلی نقاشی قشنگه. ترکیب رنگا، رنگ پرده با رنگ گلا، به نظرم ترکیبشون خیلی جالب و قشنگ شده. خیلی طبیعی خوشگل. مرسی، من دوست کردم. به به. اینکه شما از طبیعت دارین الهام میگیرین، این خیلی حس خوشایندی رو در نگاه اول به ما دست میده. هم گل، هم آب، هم ریشه و میوه‌های درخت و اینا همه چون برگرفته از طبیعت، در نگاه اول یک احساس ذوقی تو دل بیننده میندازه و طراحیتون، زاویه بندیتون، سایه‌هایی که زدین، رنگایی که به کار بردین خیلی قشنگه. یا همین رنگ گلی که به کار بردین یک رنگ دلنشینیه. مثلا میوه انتخاب کردین جزء مثلا میوه‌های همه که از پسنده و همینا در نگاه اول یک احساس خیلی خوشایندی به طرف میندازه که به نظر خیلی به دل میشینه. نگاهی که به رنگای روانشناسی زرنگا بهش بیفته به ما آرامش و لذت رو ایفا کنه. وای خیلی قشنگ و نازه. خیلی دوستش دارم. رنگ صورتشو خیلی دوست دارم. خیلی ترکیب جالب و قشنگی شده و همه چیز عالیه واقعا. اگه شما بخواین یه روزی یه نقاشی مثل اینو بخرین، حاضرین چقدر بابتش پول بدین؟ نمیدونم، شاید زیر 500 تومن این حدودا. شاید تا 500 تومن براش هزینه کنم. اما هنر که اصلا قیمت نداره. شما مثلا اینو میتونید $1 هم بگین، $100 هم بگین، بعد اون یکی برای عشقش یک بهای میپردازه و این قیمت گذاری نمیشه. هر شخص میتونه متفاوت باشه. یعنی کسی با اولین دیدن شاید یاد یک خاطره‌ای بیفته یا اینکه یه احساس آرامش خاصی بهش بده که بابت اون بهاشو بعد بپردازه و بهاش هم هر چقدر میتونه باشه. من 550 تومن. خیلی ممنون، دستتون در نکنه. خسته نباشین. دستتون در متشکرم. نکنه. من از این ویدیو یاد گرفتم که واقعا نمیشه روی هنر قیمت گذاشت، چون خیلی خیلی ارزشمنده. اما این نکته رو نباید منکر شد که یک هنرمند از طریق هنر خودش باید به درآمد برسه. دوست دارم نظراتتون رو در مورد این ویدیو برام کامنت کنید.